سلام علیکم. علیکم السلام. بابای سلمان، من همو یک نفره که بسیار سخت تمامی مهاجران، تمامی کسی که از یعنی وطن بیرون برآمده است، همه همونا را بسیار گویا که دشنامه قبیح کرد. بله. من برای همه کمتر گفتنی هستم. من یک مهاجر هستم، در یگام گروه، در یگام حزب نیستم. زیاده از 20 سال می شود در مهاجرت محنتی ام. زیاده از 20 سال می شود. من در مهاجرت کار میکنم، پلی نلاگی زمین میتیم، پلی آب میتیم، پلی سوید میتیم، جوگی برای خانه به خانه میگردن از جماعت، از مثال رئیس های محله که برای این پل بتید، برای وای پل بتید گفتن، ما از حساب مهاجرت پل میتیم همین را. بله. امروز شده و یا برآمد میکنن، میگن که شما میبروین میروین زن و مادراتون در اینجا میمونین، برای همین زن و مادرای شما رو هم خیلی میکنن. آیا وقتی که در گسیراغون یا که در نوروزی ها زنا و مادران مهاجران در اونجا دخترها سینه ها برهنه، پیشا لوچ، سرا لوچ، در پیش جنابشون گل پاشیده میگذره به بالای گلا را، آیا اینا زنا یا که فرزندای مهاجران یا که از همون وظیفه‌دارای بی‌ناموسایی که گپ میزنن امروز؟ بله. من همون چیزا را دیده، باور کنید اگر 3 سال شده باشد، 4 سال شده باشد، من باور کنید لرزم میبیایم. نه خود مرد باشی، مردینه باشی، مثال ده دختری تو یا فرزندی تو یا کلونی تو یا از همسایت در پیش پای یک از سر خم کرده گل بپاشد و به بالای این گل بگذرد، ره بگردد. کنی همون ناموسی مردینگی، کنی همون جوان مردی کجا شده است؟ و آدم چندین مراتب شی در همین برنامه صدای مردم گپ میزند، خودش بسیار عالی میگیرد، میگه که سطر در حالتی که سطر من کردن که گویا که تنش میتوبد اینجاش میتوبد، و برای چی تگی شورتیگ میگردن و یورا من نکردم. بله. آخه دخترها تگی شورتیگ میگردن، سری لوچ میگردن، در دیسک کلوبو چیکارا میکنن، برای چی پیش و یورا نمیگیرن؟ مسجد چی گناه داره که مسجد خود در درونی مسجد بیل فرض کرده ملا امام گناهگار گپ نیست، یک آدمی دیگهش گناهگار گپ، دیوالی مسجد چی گناه دارد؟ درخت مسجد حولی مسجد چی گناه دارد؟ یا که در مکتبا و در ملیسه خانه و در سود و در پروکراتورا و در دیگه اداره های حکومتی جنایت صادر نمی شود؟ من صدها جنایت را من میتونم گپ زنم، برای چی و را محکم نمیکنم؟ و کنین ناموس این آدم میبروید گپ میزند، از چی دفاع میکند؟ من از تمام شنوندگان خواهش میکنم که همون آدمی که همین ملت تحقیر کرد، همون آدم من نمیشناسم شخصا، همون را بشناسن، نامشه، آدرس کی هست، روز در کار میشود که ما او را باید چشم به چشم ببینیم، قطعش گپ زنیم. حتما روز میرسه. سلامت باش. همون روز باید همون آدم باید بشناسم. من 100 افسوس که من نمیشناسمش. پیدا میشه یک روزی میشه که همون دوستی باریش میگه که این همون احمقی بود که شما را تحقیر و دشنامه. اون روزا نزدیک از برادر. سلامت باشین. تشکر زیاد. خدا نگهبان باشد برادرای مهاجر. ببینین که چقدر تحقیر نسبت ما و شماها هست. بله. ایرا حس کنین. نه خود همش پرتو امرویم. او چی بود است که یک آدم 30 سال میشود راهبری را گرفته است، با کسی نمیتید. او همینش خودش این مسلمان و این مردم شما کجا را نگاه دارین؟ در کدام عصر زندگی کرده ایستاده این؟ بله. خدا نگهبان. سلامت باشین. تشکر زیاد.